سلام به همگی، من کیانا هستم. خیلی خوشحالم دوباره دارم براتون ویدیو میگیرم. من اومدم با یه ویدیو ویش دیگه. امروز هم قراره باز ویش بزنیم، اونم سر بنر بانو لاوما. خیلی زیباست این بانو، واقعا با کمالات و با وقاره، جدا از هر چیزی. اونایی که استوری رو رفتن متوجه میشن. و آره، ما اومدیم امروز ویش بزنیم با ناهید. از اونجایی که من ناهید دارم، کانس دارم و پنم دارم، با خودم گفتم که لاوما بگیرم. اما قبل از این ویش زدن ما میخوام یه چیزی براتون بگم. من تمام این مدت که بنر لاوما بود از 1000 جا پیگیری کردم، کانال، گروه، دوست، نمیدونم پیج خارجی، این ور اون ور، که چه کرکتری بگیرم، فیلینکس یا لاوما. اکانت من کرکتر الکترو دی پی اس نداره، دی پی اس الکترو برعکس گفتم. و خب با خودم گفتم که فیلینکس خیلی انتخاب بهتریه، ولی من رفتم پیگیری کردم دیدم که فیلینکس بدون اینفا نمیارزه. یعنی افت دمیج قابل توجهی هم داره، اف تو پیش هم خوبه ها، میتونه دمیج بده، ولی خب خیلی اختلافش یه طوریه. با خودم گفتم خب من که ناهید دارم بذار لاما میگیرم، فیلینکس حالا بعدن یه کاری میکنم. و خب برای ابیس، تازگی که ابیس خورده مکانیکی شده، اینطوریه که باید با کانتنت گیم بری جلو و کرکترها رو بگیری. خب منم اینطوری بودم که چه خاکی بزنم تو سرم، کی رو بگیرم؟ هر دو رو مثل سگ دوست دارم، یه جوری دوست دارم که واقعا نمیدونم، هم لاوما هم فیلینکس. مخصوصا فیلینکس که وایس اکتورش گوجو از انیمه جوجوتسو، اسم وایس اکتورش رو براتون می‌نویسم کیه. و خب اینطوری بودم که وای چقدر ددی، بالاخره یه ددی اومد. و خب اینطوری بودم که بگیر دیگه فیلینکس، ولی دیدم نه نمیصرفه وقتی این افا ندارم. اولش گفتم خب فیلینکس میگیرم، بعد این افا میاد این افا میگیرم. ولی خب به خودم گفتم ناهیدم چی؟ من از وقتی ناهید گرفتم یه جا وایساده، بنده خدا داره خاک میخوره، فکر کن کانس هم داری هیچ کاری باش نمیکنی. و اینطوری بودم که نه، استاپ، باید یه حرکتی برای این آرکانم بکنم دیگه، واقعا نمیتونستم. در نتیجه من با خودم گفتم که چیکار کنیم چیکار نکنیم، لاوما میگیریم. من تمام این مدت ویش هم کردم این ور اون ور و با خودم گفتم که دیگه وقتشه بریم ویش بزنیم. و یه چیزی خواستم بگم یادم رفت، اونم اینه که بنر خیلی نموده، هفته دیگه بنر فیلینکس میاد و من اونقدر هم ویش ندارم. اما ما اومدیم که با ناهید و آینو، چقدرم نازه، بچه‌ها میدونم من انقدر عاشق آینو هم که جونم براش میره. فعلا آپش نکردم ولی خب لولش رو تا یه حدی بالا بردم. در نتیجه قراره که لاوما بگیریم و من خیلی ذوق دارم. اومدم دوباره یه مکان جدید پشت کلمبینا. بله همین دیگه، لاوما بگیر. هیچ متریالی براش سیو نکردم و اونقدر هم ویش ندارم بچه‌ها، واقعا اونقدر ویش ندارم. سرجم 83 تا ویشه به اضافه 10 تا و به اضافه 20 تا پیتی، رسما میشه گفت 113 تاست. خیلی نیست واقعا، هر جور فکر کنی، به خاطر اینکه گارانتی هم نباشی زیاد نیست. در نتیجه من خودم گفتم که مهم نیست، لاوما بگیری. دق کردم بچه‌ها، دارم میمیرم. ناهیدم تنهاست، میخوام ناهیدم تنها نباشه. و خب تیم افتوپی خیلی قوی داره نسبت به فیلینکس، یعنی من میتونم سینچو بذارم و با کوکی اون وسط بر خودم عشق کنم. و خب اینطوری هم که چی بهتر از این واقعا. آره نمیدونم، اصلا بیخیال لاوما، بریم ناهید کانس 2 کنیم بخندیم. مامان اینجوریه که به من چشمک میزنه بیا منو بگیر. واقعا خوشگله ها، گیم پلی قشنگی داره، تبدیل به گوزن میشه، حیونا میان پیشش و من اینطوری هم که نازه دیگه. ولی فیلینکس اینطوریه که ددیه. نمیدونم بچه، خدا نمیدونم، ولی خب دیگه همه چیزو گذاشتم کنار، اومدم ویش بزنم. تا الانم صحبت کردم که چرا و به چه دلیل و خب دیگه بسه، بریم ویش بزنیم. پیتی هم نشون بدم برای کسایی که دوست دارن. پیتیم 20 و خب آخرین کرکتری که گرفتم فیشل بود، کانس 6 شد. و بله آخرین کرکترم سیتالی بوده، ویدیو ویشش هم که گذاشتم. و آره بریم الان. بچه من نمیتونم، یکی بیاد برای من بزنه. نه خودم میزنم. امیدوارم واقعا
اون چیزی که میخوام بهم بده. جدی میگم اونقدر کرکتر ندارم و خب دوست دارم یه اتفاق قشنگ بیفته، اتفاق هیجان انگیز و اوکی. کاش پیتی پایین بهم بده، تا حالا ارلی بهم نداده. بعد دقیقه رو میبینم دبل میگیره، بعد میگم که خدایا چرا من نه. آره بسه بریم بزنیم. خب انتظار 10 تای اول رو نداشتم، با خودم گفتم کاش زودتر بده، ولی کاش کوکی باشه. من کانت 6 رو ندارم. باربارا میخوام چیکار؟ استفاده ندارم آخه من از باربارا. استفاده از باربارا ندارم، کانتش به چه درد من میخوره؟ این میشه پیتی 40. خواهش میکنم لاما بیا، من میخوام فینیسم بگیرم. خواهش میکنم. طلایی نشد. دارم دق میکنم دیگه. امیدوارم یکی دیگه کوکی باشه. ساکریفیشال چه خوب. کاوه من اصلا از این 2 نفر استفاده ندارم. حالا هی کانس به من بده. من کوکی میخوام. بعد یکی از دلایلی که من نمیخواستم سر لاما بزنم آینو بود. کانس آینو میخواستم که با فیلینس میاد. در نتیجه 2 دلی من به خاطر اونم بود. ولی خب الان پیتیمون میشه 50. خواهش میکنم ندارم. میخوام وپنتم بگیرم. تو رو خدا بیا خونه. بیا من خیلی دوستت دارم. به خاطر ناهیدم بیا. چرا طلایی نمیشه؟ بقیه چطوری دبل میگیرن؟ کوکی بده. هر کی رو داره میده بجز اونی که من میخوام. آخه گوره تو این بنر نیست، چطوری بهم میده؟ خواهش میکنم این 10 تا دیگه میای. من مطمئنم دیگه به خاطر من. نه به خاطر من هیچ کاری نمیکنه لاما. یه کانس کوکی میخوام من، به خدا هیچی از این دنیا نمیخوام. اصلا کانس بهم بده. اداد مرسی. با این میشیم 70. خواهش میکنم. نه چقدر من بچه هستم دوستان. همش فیتی بالا. الان هر کانسی بده اوکی، ولی کوکی بده خیلی بهتره. میتونم باش ویش بخرم. وپن این چه وپنی آخه؟ استفاده هم ندارم. کاوه پنجاه. خواهش میکنم ناامیدم نکن. بذار یک بار ببرم. تو رو ببرم هیچی نمیخوام واقعا. فقط میخوامت. بیا خونه. گیر کرد. اوکی طلایی شد.私の名はラウマ。ここは蒼月の光が降り注ぐ静かなる森。どこへ行こうと空はそなたを見届ける。さあ目を閉じよ。そなたはもう迷わない。اوکی
لاما گرفتیم. واو. وای بانو شما چقدر زیبا هستیم واقعا. اوکی بچه من اصلا برام مهم نیست الان دیگه، فیلینگز مهم نیست، من وپن میخوام. چقدر داریم؟ 33 تا داریم، 3 تا هم از اون بردارم. میزنم، واقعا اهمیتی نداره چون من میخوام پیتیمو بعدا برای وپن اسکیپ ببرم بالا و اوکی، چون پیتیم 3 نشون میدم و خب وپنم دلم روشن میده. اگه نداد خدای شکرت، واقعا الان لاما دارم. اوکی پیتی الان میشه 13. نینگوانگ. نمیدونم چرا هر چیزی که توی این بنر بود اونقدر من استفاده نمی کنم. کاش بنت بده مثلا. کانس بنت ندارم. این 10 تای آخرمه و خب بده. نه نده. این وپنم هیچ استفاده ای ندارم. ای خدا. خب از اونجایی که فعلا پیتی 36 نه 33 درست میگم 33 و من میخوام 5 تا بخرم. با این میشه 38. و خب زدم همه چیز رو. اما ما الان پیتیمون 41 و خب تا آخر بنر میزنم. نداد ایرادی نداره، من میخوام پیتی وپنمو ببرم بالا و خب قابل قبوله. همین که لاما دارم خودش خیلیه، قربونش برم. خیلی نازه. و خب نمیدونم چقدر میشه ویش جمع کرد تو این 7 روز و من تلاشمو میکنم تا هر چقدر که میتونم میزنم و واقعا امیدوارم وپن ناهید نده. وپن ناهید دارم، به چه کارم میاد اگه من مثلا ببازم به وپن ناهید. دستم خورد ویدیو رو قطع کردم، عذر میخوام. و آره من وپن ناهید دارم، به چه کارم میاد اگه بخوام مثلا لوز بدم بهش. نمیفهمم ولی خب اوکیه.
من ویدیو رو تا همینجا میخوام به اتمام برسونم، چون فعلا قصد لول اپشو ندارم. درگیر سیتلالی هنوز اونقدر قوی بیلد نشده و خب آینو هم باید بیلد کنم، بعد لاما. و خب دامین آینو لاما با هم دیگه است. من میخوام با هم دیگه براشون دامین برم و آرت فارم کنم. ولی همین که تا اینجا با هم بودیم و ویدیو رو دیدید خیلی خوشحالم میکنه. بالاخره لاما گرفتیم فاینلی، بالاخره. و خب بچه ما یه کار دیگه میتونیم الان بکنیم. من ابیس رو کامل نزدم، و ویششو نگرفتم. میشه گفت تقریبا 100 تاست. و خب بریم ببینیم چقدر میده. امیدوارم میتونم یه ویش بزنم. فکر نکنم بشه. میشه ابیسو کامل نتونستم بزنم چون کاراکتر الکترون ندارم اونقدر بتونه دمیج بده. و من ابیسو با تیم نوبیلت و آرله بردم اوورلودش و خب تونست بزنه. ولی خب ساید آخر این اردک خیلی نفهمه نمیمیره. نمیدونم چقدر ویش میده ولی میگیرمش. 100 تا. مرسی. اسیر چی بهتر بود. و من الان خیلی فقیرم بچه ها. خیلی فقیرم بچه ها. و هیچی دیگه. فقر بر من غلبه کرده. یه دونم این ور بزنیم شاید فرجی شد. نمیشه، من مطمئنم. شانس ندارم. دیدید بهتون گفته بودم فقر بر من غلبه کرده. ولی خب همین که بانو لاما هست خودش خیلیه، واقعا زیباست. خیلی خوشگله بچه. و آره خب به آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم لذت برده باشید. و خب خیلی خوشحالم که لاما رو داریم و اولین بار دوبار پشت سرم میبرم. هیچ وقت اینطور نبوده. خدا به خیر بگذرونم. و آره این بانوی زیبا رو مشاهده میکنید. امیدوارم شما هم توی این بنر به هر چی که میخواستید رسیده باشید. و خوشحالم که ویدیو رو تماشا کردین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.